شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. نماینده مخصوصی پوتین: ما با طالبان منفعت‌های عمومی داریم. گردهمایی دیگر جوانان وطن دوست نزد سفارت امریکا. 150 میلیون دلار در سال امید تاجیکستان از لایحه کاسه هزار. به بیاتون‌های شهر خوجند من بعد لباس یگانه به بر می‌کنند. پرزیدنت قرقیزستان: من پیشوای ملت نیستم. 21 ورزشکار تاجیک صاحب جایزه‌های پرزیدنتی شدند. نماینده مخصوصی رئیس جمهوری روسیه در افغانستان و سردار دپارتمنت وزارت کارهای خارجه روسیه زمیر کابولوف گفته است روسیه در صدد برقرار کردن رابطه با طالبان برای مبارزه با حرکت دولت اسلامی در افغانستان است. کابولوف طالبان را که در روسیه چون سازمان تروریستی اعتراف شده و فعالیتش منع است حرکت ملی آزادیخواهی نامیده حرکت دولت اسلامی را خطر فعال مللی برای افغانستان خوانده است. او گفته است فعالیت ناتو در افغانستان این کشور را به زانو درآورده است و هیچ امیدی از ناتو باقی نمانده است. ظهور و گسترش حرکت دولت اسلامی در افغانستان را خطری نه تنها بر روسیه، به چین و هند و ایران و آسیای مرکزی خوانده گفته است. در عین حال بدون هیچ تبلیغ و دعوت منفعت‌های روسیه و طالبان با هم آمده‌اند. این به همایی را او بغدادی را چون خلیفه اعتراف نکردن طالبان خوانده گفته است. طالبان در چهره حرکت دولت اسلامی تجاوزگر خارجی را می‌بینند، اما شرح نداده است که چرا طالبان در چهره روسیه باید دوست و اتفاقچی را ببینند. به سوال خبرنگار که آیا می‌شود طالبان را مثل ارتش آزادی سوریه ضد حرکت دولت اسلامی استفاده کرد، زمیر کابولوف ارتش آزادی سوریه را ناچیز خوانده گفته است طیاره‌های روسی فایده بیشتری از ارتش آزادی سوریه می‌آورند. این در حالی است که ارتش آزادی سوریه ادعا دارد طیاره‌های روسیه اساساً مفقع آنها را بمباران می‌کنند. در مورد رسانیدن کمک حربی که افغانستان از روسیه خواسته است، نماینده مخصوصی روسیه در افغانستان گفته است روسیه این کار را خواهد کرد، اما با احتیاط و شرط‌های تجاری. قبلا رسانه‌های جهانی از واخوری پنهانی نمایندگان طالبان و روسیه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارش داده بودند. با گزارش سامانه آزادگان گروهی 15 نفره جوانان نزد سفارت ایالات متحده امریکا در دوشنبه جمع آمده طلب دارند سفارت پاسخ نامه‌شان را گردانند. سخن از نامه است که 27 اکتبر سال جاری گروهی جوانان در تالار دانشگاه ملی تاجیکستان گویا جمع آمده از امریکا و کشورهای اروپا خواسته بودند. محیدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، عبدالملک عبداللاجانوف سابق سروزیر و سابق نامزدی به مقامات پرزیدنتی در تاجیکستان و داداجان عطاولایف سرور سازمان وطندار را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند. این گروه جوانان به کارمندان سفارت تهدید کردند که در صورتی در کوتاه‌ترین مدت نگرفتن پاسخ نامه‌شان همه 600 نفری را که زیر نامه امضا گذاشته بودند نزد سفارت ایالات متحده امریکا در تاجیکستان جمع خواهند کرد. این اولین همایش نزد سفارتخانه‌ها در تاجیکستان نیست. روز 5 اپریل در نزد سفارت امریکا و 15 اپریل نزد سفارت آلمان گروهی زنانی که در شبکه‌های اجتماعی با نام‌های آبان و زنان اسیانگر مشهورند همراه با گروهی جوانان که اساساً دانشجویان بودند جمع آمده بودند. آن وقت سفیر آلمان در یک مصاحبه‌اش گفته بود جمع آمدگان را قبول نکرده است چون خودشان نمی‌دانستند چی می‌خواهند. شاهدان آن دو تظاهرات نقل می‌کردند که میتینگچیان جمله ما خودمان به سفارش یگان کس آمده ایم را زیاد تکرار می‌کردند. چند نفری آنها شیاری ما آزادی می‌خواهیم را همسر می‌دادند که معلوم نبود از کی یا از چی آزادی می‌خواهند. شاهد دیگری حادثه نقل کرده بود که پلیس نزد تظاهرگران آمده دشنام داده است که چرا آنچه آموزاندیمتان نمیگویید و آزادی میگویید. مراجعه‌نامه این جوانان به سفارت امریکا و از این پیش به سفارت آلمان و دیگر تشریف‌های بین‌الخلقی واقعا این یک عمل خنده‌آور است و باز یک بار شرمندگی حکومت تاجیکستان را نشان می‌دهد.
آنها تا هنوز درک نکردند که تاجیکستان را در اروپا و در امریکا چون یک کشوری قفا مانده، چون یک کشوری پرشکسته و چون یک کشوری مفیوزی میشناسند و هر چه آنها میگویند اصلا تاثیر به این حکومت ها ندارد. این جوانانی که امروز آنها را به نزد سفارت ها میفرستانند، با آنها میتینگ ها تشکیل میکنند، آنقدر کمزر و کم دانش هستند که گمان میکنند که گویا که فردا یا پس فردا براک اوباما یا مرکل میتوانند که منو بیروی عبدالله جانوف را به دوشنبه استرداد کنند. این البته یک خواب بچگانه است و افسوس که تاجیکستان امروز به یک کشوری بدل شده است که اصلا از خیرات، از عقل، از دانش نشانه نمانده است و این بچه هایی که یعنی لیسک ها، این بچه هایی که این نزد سفارت آمدن، اینا پرورده انمی حکومتی واقعا یک حکومتی بی‌سواد و کمظرف و بی‌دانش است و بس. مجلس نمایندگان تاجیکستان همه شرطنامه مربوط به طرح کساهزار را تصویب کرده است. قرار است این لایحه دوام 4 سال آینده عملی گردد. قرقیزستان و تاجیکستان را توسط سیم‌های انتقال برق با افغانستان و پاکستان بپیوندد. مصرف ساختن آن را نایب وزیر مالیه جمشید کریموف ضمن برآمدش در پارلمان 314 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا گفته است که سرمایه‌گذارانش اسوسیاسیون بین المللی رشد، بانک اسلامی رشد، بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک اروپایی سرمایه گذاری می باشند که حجم سرمایه گذاریشان متناسباً 45 میلیون، 70 میلیون، 110 میلیون و 79 میلیون دلار آمریکایی می باشد. مصرف تاجیکستان در لایحه 15 میلیون دلار گفته می شود. با بنیاد کساهزار تاجیکستان و قرقیزستان دارند سالانه 5 میلیارد کیلووات ساعت قوت زیادتی برق را به افغانستان و پاکستان اخراج کنند که حق تاجیکستان 3 میلیارد کیلووات ساعت خواهد شد. از حساب صادرات برق تاجیکستان سالانه تا 150 میلیون دلار درآمد خواهد گرفت. اینچنین از حساب ترانزیتی برق قرقیزستان توسط قلمروش هم سود خواهد برداشت، گفته است نایب وزیر مالیه. حالا تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان برق صادر می کند. با گفته مسئولین سال گذشته صادرات برق تاجیکستان به این دو کشور 1.3 میلیارد کیلووات ساعت بوده است. بیبیاتون‌های شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوخت از این بعد لباس یگانه به بر خواهند کرد. همچنان که در سامانه حکومت شهر خوجند آمده است، این مسئله در ملاقات کاری رئیس شهر خوجند رجبای احمدزاده با رئیسان شورای زنهای کمیته محله ها، زنهای فعال، اعضایان شورای بیبیاتون‌های مرکز ولایت بررسی شده است. رجبای احمدزاده رئیس شهر خوجند در این ملاقات از تعرض لباس یگانه بیبیاتون‌های شهر تفسیر کرده به رئیسان شورای زنان محله نیز داشتن لباس یگانه را توصیه نموده است. در این ملاقات شهردار خوجند طلب کرده است در کمیته محله شهر برگزار نمودن صحبت و ملاقات و چاره‌بینی‌های مختلف دایر به بالند برداشتن مقام زن و عائله‌داری، اعتبار جدی نسبت به مسئولیت والدین در تربیت فرزند، ترغیب فرهنگ لباسپوشی ملی زنان، پیشگیری آنها از خرافات و گرویدن به اندیشه‌های ضد دولتی، رعایت حتمی طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره رسم آیین و عنعنه‌ها، کم خرج چاره‌ها اندیشیده، فعالیت اساسی شورای زنها و بیبیاتون‌ها، فعال زنان از مهمترین عملهای ذکر گردیده باید باشد. بینندگان گرامی، حالا برایتان جالبترین خبرهای منطقه و جهان را مختصر پیشنهاد می‌نمایم. شرکت بزرگ استحصال ماشین تویوتا به استحصال ماشین‌های هیدروژنی با نام زیبایی میرای آغاز کرده است که جای بنزین هیدروژن مصرف می‌کند و به جای گاز افلاس کننده محیط زیست آب خارج می‌کند. یک سوختگیری این ماشین به 650 کیلومتر می‌رسد. شرکت ژاپنی تویوتا فروش این نوع ماشین‌ها را در داخل کشور از دکامبر سال 2016 آغاز می‌کند. نرخ ماشین نو اختراع در ژاپن $60,000 گفته می‌شود.
اما حکومت آن کشور کرده است که به هر خریدار 17,000 دلار کمک خواهد کرد. از اینکه میرای با هیدروژن حرکت میکند، برایش دستگاه مخصوصی سوختریزی لازم است. قیمت سوخت برای این ماشین 10 سنت به 1 کیلومتر تمام می شود و بازار وارد شدن ماشین‌های هیدروژنی در حال است که نرخ نفت به سبب استحصالات زیادش و بحران اقتصادی با شدت پایین می رود. بر اثر سوخت‌ها در یک بیمارستان در عربستان سعودی 25 نفر به هلاکت رسیده، 107 نفر دیگر جراحت‌های گوناگون برداشتند. مقامات رسمی روز پنجشنبه 24 دکبر خبر دادند که آتش سوزی شام چهارشنبه در دو شعبه بیمارستان شهر جوزام واقع در ساحل‌های جنوب و غربی کشور روی داده است. سبب‌های سوختار تا حال مقرر نشده‌اند. گفته می‌شود که این بزرگترین حادثه آتش سوزی در عربستان سعودی در سال‌های اخیر است. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه دست کم 250,000 کس به هلاکت رسیدند و بیش از 3 میلیون نفر گریزه شدند. در نشست مطبوعاتیش رئیس جمهور قرقیزستان المازبek اتمبایف از اینکه نفری از ژورنالیستان به او به عنوان پیشوای ملت مراجعت کرد سخت ناراحت شد و گفت: در بعضی کشورها پوشیدن طاقه سفید یا گذاشتن ریش را منع کرده اند. نظر من این است که قرقیزستان با راه خودش می رود و این درست است. منع کردن کاری آسان است. منع کنی راه به هیچ کجا است. خوب، جماعت تبلیغ را منع کردید. فکر میکنید آن نابود شد؟ نه، فعالیت دارد. تنها روزی میتواند به حرکت اکستریمیستی تبدیل یابد. ما باید راههای فهماندهی را انتخاب کنیم. پیروان جماعت تبلیغ دعوتچیانند. ریشها را میتراشید. پوشیدن طاقه را منع میکنید. پس روزی میرسد که آنها به دست سلاح میگیرند. در مورد نقشه آینده‌اش که آیا به فعالیت سیاسیش ادامه خواهد داد، رئیس جمهور قرقیزستان گفت هیچ نیت پرزیدنت باقی ماندن، سروزیر یا رئیس پارلمان شدن ندارد، چون در 2 سال تا انتخابات خیلی خسته خواهد شد. در مورد پیشگیری هجرت جوانان اتمبایف گفت نمی شود با زور جوانان را نگاه داشت. البته خوب نیست یک نفری که معلومات عالی دارد ظرفشویی کند. بنابراین ما با کشورهای عربی در مورد شرایط کاری برای شهروندانمان صحبت کردیم. با کشورهای اروپایی هم مشورت خواهیم کرد. بگذار قرقیزها انتخاب داشته باشند که اینجا کار کنند یا آنجا. به سوال خبرنگار عایدی داشتن تجارت در ترکیه، اتمبایف گفت اگر در خدمات دلخواه کشور تجارت او را پیدا کرد مالی اوست. در مورد اختلاف ترکیه و روسیه، رئیس جمهور قرقیزستان از هر دوی این کشور دعوت کرده است آشتی کنند. برای هوسمندگردانی ورزشکاران و معرفی غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین المللی از رشته‌های گوناگون ورزش، امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به امضا رسید. در این باره اگنتی ملی اطلاعاتی خاور خبر می‌دهد. طبق منبع موافق امر مذکور و در اساس پیشنهاد قراری کمیسیون مکافات پولی‌های جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 21 نفر ورزشکار بهترین مملکت که غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین المللی ورزشی می باشند با جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. مبلغ عمومی جایزه ها در سال روان که از حساب فاند مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جدا گردیده است 673,750 سامانی را تشکیل می دهد. حجم یک جایزه به هر یک ورزشکار از 6,250 تا 150,000 سامانی است. برندگان جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساساً آنهایی می باشند که در رشته‌های ورزش سبک، بوکس، کشتی جودو، سامبو و تکواندو در مسابقه‌های بین المللی صاحب مدال طلا و جایهای نمایان گردیدند. اما تا چه اندازه این دستگیری‌ها واقعیت دارد معلوم نیست، چون چند روز پیش بعضی از ورزشکاران مشهور تاجیک مثل مفزون اچاری و رسول باقیف و دیگران در شبکه‌های اجتماعی شکایت از آنها داشتند که وقت‌های آخر هیچ دستگیری از جانب حکومت نمی‌بینند. بینندگان گرامی، این بونچه خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.